يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري. علامتی که انسان مثلا از دایره ایمان میکشه کسی که مشرکا را کافر نداند، کافر نداند. مثلا بعضی کساس میگه یهود کافر نیستن. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى مواد. در حالی که قرآن صراحتا چی میگه؟ لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب. اونا با وجودی که اهل کتابان بودن کتاب خود تحریف کردن، کافر شدن. حالا بعضی کسا هست، بعضی تلویزیون ها میشنن میگه یهود کافر نیست. این حال وقتی که این قاعده چی است؟ کسی که مشرکان و کافر ندانه و خودش کافر میشه. یک نفر پیش بت سجده میکنه میگه پروا نداره. وارعي حقه إن الرضا وصف المنيب الألمع وإذا بدا من ناطق الوجدان ما